حرفه‌ای و اصولی یه نونی درست کن که بافتش نرم باشه و طعم بی‌نظیری داشته باشه. نکته اول همینجا بهت بگم، آرد و علک کن. نمک، شیرخوش، شکر، مخمر و مقدار مایعاتی رو که داشتی در 2 مرحله اضافه کن. خمیرت که شکل گرفت، کره رو اضافه خمیر رو خوب ورز بده تا زمانی که احساس نرمی و لطافت رو داشته باشی. حالا نوبت اینه که خمیرت 40 دقیقه بره استراحت کنه. بعد از استراحت خمیرت رو به چونه‌های 100 گرمی تقسیمش کن. 10 دقیقه به چونه‌هات استراحت بده. بعد از استراحت نکته مهمش اینجا، سطح کارت زیاد چرب نکن. وقتی که به خمیرت شکل دادی یادت نره که خوب باید خمیرت رو دوغ بزنی تا این درس‌ها باز نشه. خمیر مثل بچه‌ای میمونه که نباید بهش زور بگی. وقتی شکل دادی بذارش رو کاغذ نسوز، اجازه بده که استراحت کنه. نکته مهم اینجاست 10 دقیقه قبل از اینکه استراحت خمیرت تموم بشه روی سطح خمیرت رو با تیغ دوباره به خمیرت استراحت بده. بعد از استراحت روش رو با آب اسپری کن بره داخل فرن. هیچ معجزه‌ای در کار نیست. اگر فرنت رو خوب گرم کنی نونت اینجوری رنگ میگیره. نونی نرم و خوشمزه که طعمش فراتر از انتظار شما. اگه دوستش داشتی پیج منو فالو کن.